بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الو. بله بفرمایید. میخواستم با آقای انصاری صحبت. بفرمایید. شما دارید با من صحبت میکنید برادر تاجیک. اگر لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید. الو. بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما از تاجیکستان زنگ میزنیم. بفرمایید. شما آقای انصاری، از شما یک خواهش داشتم. بفرمایید. شما بسیارتر میخواستیم در همین برنامه هایتان درباره صوفیا یعنی صوفیا مراجعت میکرده. باشه چشم. بله گرفتم پیام شما رو برادر. بدبختی مردم از روی همین صوفیا اومده. درست. تشکر از شما. انشالله در این مورد صحبت میکنم. خدا نگهدار شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببینید همه برنامه هایی که ما در این شبکه داریم، از برنامه روز شنبه ما که حجت بی حجت گرفته تا برنامه قلب آسیا، کلیپ ها، برنامه های قرآنی، میان برنامه ها و ترجمه احادیث، ترجمه قرآن کریم، همه این برنامه ها در راستای تعلیم عقیده صحیح مبنی بر قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. هر کسی که میخواد باشه، هر گمراهی که میخواد باشه، میخواد ادعای سلفیت بکنه و گمراه باشه، میخواد ادعای حنفیت بکنه و گمراه باشه، میخواد ادعای مالکی بودن و شافعی بودن و حنبلی بودن میکنه، میخواد ادعای نمیدونم پیروی از فلان حزب و فلان گروه میکنه، هر کسی که میخواد باشه، ما اینجا بدون ذکر اسم، بدون اینکه ما با کسی مستقیما درگیر بشیم، آنچه که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست، ما اینجا در مقابل شما عزیزان قرار میدیم و دائما شعار ما این بوده: فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت باد، مژده باد بر آن بینندگان، به اون بندگانی که آیات قرآن رو، پیام الهی رو، سخنها رو میشنوند و از بهترینش پیروی میکنن. ما سخنها رو جلوی شما میگذاریم. اگر کسی به پیرش این اعتقاد رو داره که پیر من غیب میدانه، پیر من حاضر و ناظر است، پیر من اختیاری داره در امور شخصی و عامه انسانها، این انسان رو، حرفهاشو شما با آیات قرآن کریمی که ما بارها در این شبکه ذکر کردیم مقایسه بکنید. هر کسی که میخواد باشه، به هر اسمی که میخواد باشه، میخواد به اسم سلفی باشه، صوفی باشه، به هر اسمی، به هر گروهی، به هر سازمانی، ما اگر بخوایم یک برنامه بذاریم بالا نمیدونم برای فلان خرافاتی که در فلان گروه هست، یک برنامه بذاریم برای فلان خرافاتی که در فلان مذهب است، ما کلا بیان میکنیم، حق رو هم بیان میکنیم و خرافات رو هم بیان میکنیم و شما عزیزان خودتون شاهد هستید که بارها در این برنامه کسانی تماس گرفتن، صوفی گمراه بودن، صوفی قبرپرست بودن، صوفی پیرپرست بودن. ما همه صوفی ها رو هدف قرار نمیدیم که همه گمراه هستن، نه، اینو هیچ کس نگفته. آن هده‌ای که غالی هستن، گمراه هستن، مشرک هستن، قبرپرست هستن، ولو این که برادر ما باشه، ولو این که دوست ما باشه، ولو این که هر اسمی رو خودش بگذاره، ما با هیچ کس اینجا رو درواسی نداریم. هر کسی که میخواد باشه. و آیات قرآن کریم، عقیده صحیح، من بارها گفتم رسول الله صلی الله علیه و سلم یک راه کشیدن در شرح آیه قل هذه سبیلی. این
راه رو با یک چوب دستی که در دست مبارکشون بود یک راه مستقیم کشیدن، گفتن این صراط المستقیم است، این راه راست است، این راه پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و در چپ و راست راههای میانه راههای به اصطلاح کوچه‌های حسن چپ، علی چپ کشیدن. بعد فرمودن که این راه مستقیم است که در این راه فقط قال الله قال رسول هست. این به این معنی نیست که ما بزرگانمون علمامون رو بگیم که ما اینا رو قبول نداریم، نه، اونها هم اگر قال الله و قال رسول گفتن ما قبولشون داریم، هر کسی که میخواد باشه، غیر از معصوم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. دیگه هر بشری میخواد باشه، از ابوبکر صدیق گرفته تا رو آخر قیامت، هر انسانی که میخواد باشه. قال الله قال رسول گفت در راه رسول صلی الله علیه و سلم است. غیر از این چیزی گفت مخالف قرآن و سنت، بیراه رفته، ما دنبالش نمیریم. مقدس معابی نداریم که مرجع تقلید آقا ایشون یه حرفی زده قائم مقام امام هست، هر چیزی که گفته بعد چشم نه هرگز. اسلام اومد که همین چشم و گوش ما رو باز بکنه. اسلام اومد تا به ما بگه که چشم و گوش بسته به دنبال کسی نرید. نگید کانوا آباؤنا علی ذلک، پدران ما این چنین بودن ما هم هستیم. مشرکین همینو میگفتن وقتی گفتن که شما بیاید به توحید و یکتاپرستی، گفتن کانوا آباؤنا علی ذلک، پدران ما بت پرست بودن، ما هم به راه پدرانمون میریم و از اونها پیروی میکنیم. اسلام اومد به ما بگه نه، کل نفس بما کسبت رهینه، هر انسان به هر عملی که انجام داده در گرو عمل خودش هست. در اون روز یوم لا ینفع مال ولا بنون، در اون روز نه مالتون به دردتون میخوره نه اولادتون به دردتون میخوره. اون روز همه از همه فرار میکنن، پسر از پدر، پدر از پسر، حتی مادر مهربانی که در دنیا ببینید چقدر یک ثانیه هم کودکش ازش دور بشه بیقرار میشه، در اون روز کودکی که داره شیر میخوره رو رها میکنه، خودش فرار میکنه. هر کس نفسی نفسی میگه. پس راه راست، راه روشن و آشکاری است، راه قرآن و سنت. هر کی میخواد جناب مولانا باشه، جناب مولوی باشه، جناب آیت الله باشه، جناب حجت الاسلام باشه، جناب پیر باشه، جناب ایشان باشه، جناب مفتی باشه، هر کسی میخواد باشه، حرف زد بگید دلیل، قرآن، حدیث صحیح، دلیل از قرآن بده. از قرآن نداری از حدیث صحیح بده. غیر از این گفت حرفشو بزنید به دیوار. این فرمان الله و رسولش و دستور ائمه مذاهب اسلامی بوده. من در هفته گذشته گفتم از امام شافعی، از امام ابو حنیفه، از همه ائمه روایت شده که هر حدیثی صحیحی که برای شما رسید، حدیث رو بگیرید که مذهب من است و حرف من رو به دیوار بزنید. یک انسان مزخرف، یک انسان خرافه پرست، همین پیر سیف الرحمانی که درباره بود که به انحراف کشانید مردم را، این شخص میاد ادعا میکنه که از اولیا و انبیا هم برتره، سید الانبیاء و الاولیا خودش رو نامگذاری میکنه. در کفر این انسان هیچ شکی نیست، میخواد پیر باشه، میخواد ملنگ باشه، میخواد هر چی که باشه. کسی که خودش رو برتر از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ببینه، این انسان کافر هست، زندیق هست، مرتد هست، نباید کسی از اون پیروی بکنه. اما متاسفانه عده میان همینو توجیه میکنن، بله منظورشون این نبوده، این بوده، منظورشون این بوده، همون توجیهاتی که آخوندهای رافضی میکنن برای اعتقاداتشون.